سلام دوستای عزیزم، آیدا کرمی هستم. به یک ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. توی این جلسه میخوایم با هم ریموو ژلیش انجام بدیم و کاور سافت ژل. خدمتتون عرض شود که شما از هر سرساهانی که راحتین میتونین استفاده بکنین. یک نکته داره، یک این که سوهان خیلی زبر نباشه، خیلی نرم هم نباشه، که با کمترین زمان و بهترین سرعت بتونین ژلیش مشتری رو ریموو بکنین و ناخن مشتری داغ نشه. دوستان عزیزم، سرساهان رو خیلی آهسته از بالا به پایین از کوتیکل به سمت لبه آزاد میکشین و دور نوار کوتیکل رو سعی بکنید که، البته من سرساهانایی که استفاده میکنم سیفه، اصلا چیزای تهاجمی و استرسا دوست ندارم و انقدر تنوع توی ریموو سرساهان زیاده که شما میتونین چند تا امتحان بکنین و اون چیزی که باب میلتونه رو استفاده بکنید. دقت بکنید که سرساهان رو اصلا به صدف ناخن فشار نیارید و حدالامکان اگر موادی زیر ناخونه سعی کنید به 0 ناخن نرسونید. یک کوچولو اگرم مواد موند ایرادی نداره اگر میخواین که ترمیم یا کاور بکنید. خب من اینجا سرساهان رو عوض میکنم و میریم برای استفاده از سرساهان شوگری اشکی برای عقب زدن و بالا زدن کوتیکل که آمادش کنیم واسه یه مانیکور جزئی قبل از مواد. دوستان عزیزم، اگر موادتون لیفت میده به این قسمت توجه بکنین. یکی از نکته هایی که مواد کنده میشه همینجاست. شما قشنگ با پوشه کوتیکل ها رو عقب میزنید و کامل کوتیکل ها رو از بین میبرید. یه جورایی مانیکور میکنید. حالا با هر مانیکوری که راحتین. ترجیحاً مانیکور خیس برای ژل انجام ندین، چون صدف ناخن نازک میشه و خودش باعث لیفت موادتون میشه. از مانیکور روسی استفاده کنید. مانیکور روسی هم همین سرساهان‌های مختلفیه که استفاده میشه. تو ویدیوهای مانیکورها براتون توضیح دادم. قشنگ اینجا از وسط ماهک ناخن یه دور راست و جهت رو عوض میکنید به سمت چپ شروع میکنید پوسه های زیر و کوتیکل و عقب زدن و برداشتن. دقت کنید به ویدیو لطفاً. من براتون یه دونه ویدیو هم از مانیکور کامل گذاشتم. لطفاً اگر پر دیتیل تر میخواین ببینید میتونید به قسمت مانیکور پدیکورها تو پلیلیست اونا مراجعه بفرمایید. دوستان، من اینجا ترجیح میدم برای حتی مشتری هم خیلی کوتیکل رو از بین نبرم، یعنی عمیق نرم توی کوتیکل و ممکنه حالا ملتهب بشه، دستشون حساس باشه یا هر داستان دیگه‌ای که کلا توی پروسه مواد گذاری دستشون حساسیت بده، چون موادایی که استفاده میکنیم آلرژیکن. این یه چیز طبیعیه که همه میدونیم. حالا چه پودر چه ژل بالاخره جفتشون حساسیت زا هستن. من ترجیح میدم آهسته و کم کوتیکولا از بین ببرم، مگر اینکه مانیکور داشته باشن فقط یا بخوان لاک بزنن. رو اون حساب آره مانیکور عمیق میرم، تمیز میرم و پرمسما. ولی واسه مواد گذاری چون هی ما داریم سوها میکشیم تکرار مکررات، کوتیکل خودش یه تمیزی خاصی پیدا میکنه، مخصوصا اگر مشتری ثابتتون باشه که معمولا هی این مانیکور نرمالی تکرار میشه براشون. بچه‌ها من اینجا از سرساهان مکعبی شوگری استفاده میکنم. امیدوارم که اسمش هم تو ایران همین باشه، نمیدونم. اینو من آلمان واسه مشتری استفاده میکنم. با این خیلی آهسته
میخوابونمش رو صدف ناخن، کوتیکل عقب میزنم و کناره ها رو سرش رو تیز میکنم و پوسته های ریز رو از بین میبرم. دقت کنید به ویدیو. دوستان یه نکته خیلی مهم که توی سالن‌های خیلی خوب تهران هم حتی من دیدم که واقعا رعایت نمی‌کنن اینه که سوهان کاشت رو با سوهان ناخن رو اصلا هر جا دلشون بخواد استفاده میکنن. این قسمت رو دقت بکنین بچه ها. اینی که من دارم استفاده میکنم سوهان ناخن طبیعیه و اون ضخیمه که وسطش نوار داره و همون نوار تعریف کننده زبری و نرم میشه برای کاشت استفاده میشه. دوستان اگر شما اینجا مثل من مشتریتون ناخن طبیعی داره، از سوهان ناخن طبیعی استفاده بکنید حتما. من یه بافر نرم دارم، کوتیکولا رو بافر میکشم طبق عادت. شما میتونین این کار نکنین ولی خود همین بافر نرم خیلی کمک میکنه به این که مانیکورتون بعد 10 دقیقه یه ربع خیلی تمیز و گوشت دور ناخن، کوتیکولا همه اصلا یه شکل خیلی خوشگلی به خودش میگیره. و بعد شروع میکنم خط و خش انداختن. دوستان خط و خش واسه کاور ناخن در همین حد کافیه. اصلا فکر نکنین که با صدف ناخن رو هم به این ببرین صرفا به خاطر اینکه میخواین کاشت یا کاور انجام بدین. در همین حد سوهان کشی که چربی روی ناخن نباشه عالیه و حتما با براش تمیز بکنین، گرد و خاک ناخن رو بگیرین. اصلا انگشت نکشین که انگشت خودش چربی داره. سوهان کشی سر ناخنم که خیلی ملو دارم انجام میدم. نمیخوام شیپ ناخن رو عوض بکنم. اگر خواستین شکل ناخن یا شیپ ناخن تغییر بدین یا اول کار یا تو این مرحله میتونین این کار رو انجام بدین. با براش تمیز میکنم. یادتون باشه که اصلا دست نزنین و یا با پد و کلینزر تمیز بکنین، فرقی نمیکنه. فقط مطمئن باشین که چربی مجدد به ناخنتون ندین. من اینجا از برند نئونیل استفاده میکنم که از آلمان آوردم. یه بیس کت خیلی ترتمیز و خوبیه، رابر بیسه ولی به عنوان بیس کت هم میشه استفاده کرد چون خیلی خیلی جنسش با رابر بیس ایران متفاوته و اصلا تیکنس زیادی نداره، اصلا ضخیم و گوشتی نیست. من از بیس کت جای بیس کت استفاده میکنم به خاطر اینکه آلرژیک هستم. معمولا دوستایی که آلرژی دارن یادتون باشه مثل من نه از دهیدراتور استفاده بکنید نه از ضد قارچ و این داستانا، مگر برای مشتریتون اونم سر ناخنش قسمت لبه آزاد آهسته اپلای بکنید. یا اگرم میخواین به خود صدف ناخن بزنین دقت بکنین که به کوتیکل نزنین. شرتی اصلا هیچ کدوم از مراحل ناخن رو انجام ندید. خب بچه ها من توی تمام مراحل از دستگاه UV LED استفاده می کنم و همیشه 90 ثانیه میگذارم که دست مشتری حسابی خوش بشه چون هی تکون میخورن، ممکنه راست و چپ بکنن. به 30 ثانیه 60 ثانیه اکتفا نمی کنم ولی شما باز انتخاب با خودتونه. خب برسیم به جذاب ترین قسمت، قلمی که من استفاده می کنم. شما با هر قلمی راحتین میتونید استفاده بکنید. من از قلم بلا شماره 4 اشکی استفاده می کنم که برای گل چینی هم از این استفاده می کنم. دوستان من قلمو با کلینزر یا با همون الکل بدون چربی تمیز میکنم و بریم برای یک موادگذاری جذاب. دوستان من قد دادن رو توی ویدیوهای شورت ویدیو بهتون آموزش دادم. اینجا میخوام کاور سایز خود ناخونم رو با هم انجام بدیم که فقط طریقه استفاده از قلم و ژل باشه که ببینیم به چه صورت به قلم نمیچسبه، شره نمیکنه. تمام اینا رو بریم با هم ببینیم.
یادتونه دیگه گفتم اگر ژل کاسه‌ای و کج بگیریم مستعد شوره کردن، پس مواد ما مواد سافت ژله. چه میخوام مواد بردارم حالت ضربه‌ای ریز ریز و دورانی، چه بخوام مواد گذاری بکنم اونم حالت حلقه حلقه‌ای ریز دورانی استفاده میکنم. دوستان عزیزم یه نکته رو بهتون میگم، چه حالت دورانی چه حالت خطی که من دارم ژلو اپلای میکنم روی صدف ناخن، این بستگی به اون لحظه ای داره که شما قلم تو دستتونه، ژل تو دستتونه و میدونید باید ژل رو کنترل بکنید و فقط اینم با تمرین و تکرار و ویدیو دیدن واقعا به دست میاد. این قانونی نداره که بگم 30 ثانیه شما قلم و دورانی میزنید، 10 ثانیه از حالت افقی به نمیدونم چی، میدونم این چیزایی که الان خیلی ترند شده 90 درجه میگیرید قلمو. دوستای عزیزم مغزتون رو خالی بکنید، یه تکنیک یاد بگیرید، اون تکنیک رو انجام بدین، تو اون پیشرفت بکنین. هر کسی هر چیزی میگه و نیازی نیست شما بلد باشین، شما فقط باید یه کاشت خوب داشته باشین، کنده نشه، فینیشینگ کارتون تمیز باشه تا ترمیم بعدیش هم اتفاقی برای ناخن نیفته. و حالا ممکنه بشکنه، هوا بده بیفته، اینا هم ممکنه توی هر کدوم از دوستانی که تجربه زیاد دارن یا مدرسی انجام میدن اتفاق بیفته، اینا طبیعیه. اصلا خودتون رو بابت درجه سوهان درجه را اینقدر بگیرم، قلم را در این درجه بگیرم، فقط و فقط یادتون باشه آسیب به صدف ناخن نزنید، کار تمیز و موندگار ارائه بدین، اصلا خودتون رو بابت هیچی استرس ندید. این نظر شخصی منه. اون زمان که تقریبا 21 سال پیش بود من کار ناخن رو یاد گرفتم، نه درجه‌ای بود نه داستانی بود، اینا فقط محتوا سازیه و تبلیغاته. شاید درست باشه واسه دوستان ولی انقدر معلومات زیاد میشه توی گوشه ذهنتون که اصلا نمیدونید کجا باید چی رو استفاده بکنید. پس من به عنوان یه دوست به شما اینجا پیشنهاد میدم یه تکنیکو یاد بگیرید، اون تکنیکو قوی بکنید و توش برید جلو. اینکه یه مشتری از یه جای دیگه سالن دیگه میاد از شما ایراد میگیره شما توجه نکنید، همین که کارتون نمیفته تمیز شیکه و موندگاری خوب داره براشون باید کافی باشه، خودتون استرس ندید. بریم سراغ کارمون. دوستان بعد از اینکه مواد زدم خدمتتون عرض شود 90 ثانیه داخل دستگاه میذارم و اینجا چون میخوام سوهان کشی بکنم میام با پد کلینزر نوچی مواد ژل رو میگیرم و این تکنیک واسه تمام لاین های ژل قابل استفاده است. میتونید با پد کلینزر نوچی ناخن رو بگیرید و شروع کنید به سوهان زدن. من اینجا از سوهان دستی براتون استفاده میکنم، شما سوهان برقی هم میتونید استفاده بکنید، هر کدوم که راحت ترید و فینیشینگ کار تمیز دارید. سوهان دستی استفاده میکنم چون نیاز به خیلی سوهان کشی نداره و مواد به نسبت تمیزه.
دوستان در سوهان کشی به ظرافت سر ناخن توجه بکنید. تمام 10 تا انگشت باید سر ناخن قسمت لب آزادشون از زیر یک سایز باشن و دور مواد اصلا به کتیکل نچسبیده باشه و زمانی که از نیمرخ ناخن نگاه میکنید ناخن موج نداشته باشه. اگر توی این مرحله توی همین اینجا که سوهان زدین و کار رو تقریبا دارین تموم میکنین اگر دیدین ایراد دارین با پد کلینزر گرد و خاک ناخن و پودر ناخن رو بگیرید و شروع کنید مواد ژل زدن و نگران نباشین، بگذاریم داخل دستگاه. وقتی خوش شد پد کلینز نوچیشو بگیرین و مجددا سوهان رو بافر بزنید. هیچ استرسی به خودتون راه ندین، اصلا کنده نمیشه، هیچ اتفاقی براش نمیافته. دوستان من خیلی علاقه دارم زمانی که کارم تموم میشه با سرسوهان استوانه‌ای، حالا یا با این استیل، چون من کاغذیمو نیاوردم و واسه ویدیو هفته دیگه تهیه میکنم، از سرسوهان استوانه‌ای برای خوشگل کردن زیر ناخن استفاده میکنم. واقعا عاشق این پارتم. یه دست ریزی هم به سر گوش ناخن میکشیم و دقت کنید بچه با این سرسوهان اصلا واسه فینیشینگ کارتون نرین تا زمانی که فشار دستتون رو نمیتونین کنترل بکنین لطفا. و بعد سوهان مرتبی و خط فریم ناخنم رو در میارم. ببینید سوهانی که دارم الان استفاده میکنم سوهان کاشته، با اون سوهانی که اول ویدیو برای ناخن طبیعی استفاده میکردم متفاوته. در انتها بافر میزنیم. حالا اگر دوست دارین بعد از بافر میتونین ژلیش رنگ دلخواهتون رو بزنین که ویدیوشو 0 تا 100 2 تا 3 تا گذاشتم، و یا نه مثل من میتونین از همین رنگ لذت ببرین و در انتهای کار فقط یه تاپ کوت بزنید و روغن و تمام. دختره قشنگ یک دور کامل یادآوری بکنم، قشنگ دور کتیکل باید باز باشه، موادی زیر کتیکل یا جایی نمونده باشه. اگر هست با یه سوهان ظریف حتما بین ببرین و فشار سوهان روی صدف ناخن و مواد باشه، روی کتیکل نباشه که خونی بشه. زیر ناخن بالا پایین همه رو تمیز بکنین مرتب و در انتها تاپ کوت. در تمام مراحل ژلای لاکی، چه بیس کوت چه تاپ کوت، یه قطره بر می‌داریم نزدیک ماهک میکشیم، زهر قلم رو به سمت لبه آزاد میگیریم و بعد شروع میکنیم مرتب زدن. ببینید آهسته هل میدم نزدیک کتیکل، راست چپ. اگر میخواید ژلیشتون تاپ و بیس تمیز باشه به این قسمت توجه بکنید که سمت راست و چپ ناخنتون حتما باید موازی چشمتون با قلم در یک راستا بیان به سمت سر ناخن. 90 ثانیه داخل دستگاه میذاریم و بعد میریم چک نهایی. نکته دوستان، زمانی که شما کارتون تموم میشه با قلم و مواد، قبل از اینکه اشعه نور لامپ یا لامپی که حتی توی محیط داره استفاده میشه بهش بخوره، لطفا قلمتون رو با پد کلینز تمیز بکنید و در ژلاتون هم ببندید. دوستان عزیزم در انتهای کار ناخن رو چک میکنیم دیگه، اگه ایرادی نداشت روغن میزنیم و یادتون باشه که برای عکاسی حتما روغن رو پاک بکنید. امیدوارم این ویدیو سافت جل براتون مفید بوده باشه و اگر ایرادی داشتین در تلگرام حتما یادداشت کنید براتون رفع اشکال کنم. موفق و پیروز باشید تا ویدیو بعدی.